سلام و درود دوستان خوبم. به امید تنصیحاتی و خانوادگی هر یکی شما عزیزان. میگویند یک چوپان یک روز در جای میگذشت و دید یک مار در داخلی بوته‌هایی که آتش گرفته‌اند در مانده است و در حالتی این است که قریب آتش گرفته بمیرد. مار از چوپان درخواست کمک کرد. چوپان هم مار را از داخل آن بوته‌های آتش گرفته نجات داد و داخل یک خلطه گذاشت و در کتف خود گذاشت و راهش را ادامه داد. وقتی که اندک رفت، مار دیگر سرش را از داخل آن خلطه که در کتف چوپان بود بیرون کرد و گفت: ای چوپان، خودت بگو زبانت را نش زنم یا گردنت را؟ چوپان تعجب کرد، گفت: مگر سزای نیکی همین است؟ من تو را نجات دادم، تو میخواهی در برابر نیکی من به من زیان رسانی؟ مار گفت: بله، سزای نیکی بدی است. میان هر دوشان بحث شروع شد که چوپان میگفت سزای نیکی است، مار میگفت نه، سزای نیکی بدی است. آنها گفتند بهترش یگان نفر را ببینیم و از او پرسیم، چون شاید او میتواند برای ما در این مورد کمک کردن. وقتی که داشتن می آمدن در پیش یک روباه را دیدن. واقعه را به روباه بازگو کردن، گفتند که چنین شده، این مار میخواهد مرا نش زند و من هم گفتم. خلاصه اون عین واقعه را گفتن. روباه گفت: راستی قضاوت کردن یک واقعه بسیار مشکل است، یعنی قاضی بودن این کاری آسان نیست. من نمیتوانم همین طور اصلی واقعه را ندیده برای شما حکم کنم که کدامتان حق هستید و کدامتان ناحق. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن من میخواهم همین واقعه که شد دوباره او را ببینم، پس حکم میکنم که باید چیکار کنید. اینها راضی شدند، برگشتن آمدن نزد همون بوته‌هایی که آتش گرفته بودند و مار را داخل آن بوته‌ها انداختند. گفتن اکنون دوباره همون واقعه را باید شما نشان دهید من ببینم. بعد مار دوباره طلبی کمک کرد، گفت به من کمک کنید. روباه گفت: نه، اکنون داخل این آتش بمان تا بمیری. داخل این آتش بمان تا بمیری و از پشتی تو و به خاطر این کاری تو تا رسمی خوبی و نیکی و دست یکدیگر را گرفتن از روی جهان برکنده نشود. زیرا اگر همه کس تو این کار را کنی، دیگر همه کس میگوید که اگر دست یک کس را بگیرم و به یک نفر کمک کنم، این به من بدی میکند، پس برای چی کمک کنم؟ و از پشتی این کاری تو گفت، دیگر ممکن است رسمی نیکی و خوبی کردن از روی جهان کنده شود. و این خاطر بمان تا بمیری. بله دوستان، واقعا گاه انسان خوبی میکند اما در نتیجه بدی میبیند، ولی نباید ما از این دل شکسته شویم، زیرا ما خدا داریم. خداوند میبیند که ما بدی کردیم یا که نیکی. اما همین را دانیم که گاه وقت باید مثل روباه بود، مثل این کاری که روباه کرد بود و دانست که در کجا باید خوبی کرد و دانست که در کجا باید خوبی نکرد. امیدوارم هیچ وقت برای ما بدی پیش نآید. باشد که همیشه خوبی پیش ما آید و خوبی کنیم و جواب خوبی را بینیم. باشد که بدی از روی جهان برکنده شود. تا صبح‌های دیگر دوستانم، خدا یار و مددگار هر یکی شما باشد. خیر.